بر اساس این گزارش‌ها ایران موشک خرمشهر 5 رو با برد حدود 12,000 کیلومتر و سرعت 16 ماخ و کلاهک 2 تنی آزمایش کرده و حتی گفته شده که این موشک با هماهنگی قبلی در خاک روسیه و منطقه‌ای در سیبری فرود آمده و از طرف روس‌ها نیز تأیید شده است. ادعای اینکه آزمایش با رضایت مسکو انجام شده، نگرانی‌ها در پایتخت‌های غربی رو تشدید کرده. از سال 2023 ایران و روسیه به طور پیوسته همکاری‌های نظامی و فناوری خود را عمیق‌تر کرده‌اند، به ویژه در زمینه‌های مانند پهپادها، اجزای موشکی، دسترسی به ماهواره‌ها و هماهنگی دفاع هوایی. تحلیلگران نظامی میگویند اگر این گزارش درست باشد، با یکی از مهمترین اتفاقات موشکی چند دهه اخیر منطقه روبرو هستیم. و دستگیری 100 نفر از لیدرهای